نباید به خاطر فرار از تنهایی دست به ازدواج بزنه و به خاطر این که شبها بتونه راحت تر بخوابه سکس رو به عنوان داروی آرامش بخش و خواب شبانش قرار نده. به قصد سکس ما همسرمون رو سطل آشغال قرار ندیم. همسر ما وسیله‌ای برای امیال شخصی ما نیست. همسر ما هدف مقدس ما توی زندگیه. ترجیح بدیم بیشتر نوازش داشته باشیم. نوازش احترام میاره، آرامش میاره. احترام بالاتر از عشق در زندگی و پایه های زندگی رو مستحکم تر میکنه. این شعار نیست، واقعیتیه. تو نوازش ما میتونیم هر تار مویی که از زیر دست ما در واقع عبور میکنه و ما لمسش میکنیم مثل سیمهای ساز میمونه، ساز زندگی، ساز عشق، و لازمه که هممون نواختن این ساز رو بلد باشیم و خوب بنوازیم.